سال نو، سال 2014 میلادی، سال اسب. السلام علیکم بینندگان و شنوندگان عزیز. من فکر کردم به من دخل دارد. بله واقعا سلام و درود به همه آنهایی که در این لحظه ها ما را میبینند و میشنوند. آخرین چشمانداز به سال 2013 سال مار و اولین نگاه به 2014 سال اسب. در برنامه ویژه رادیوی آزادی از دوشنبه همکارم شهلای گلخوجه و از پراگ همکارم سلیم ایوبزاد. سال نو 2014 به همه آنهایی که درآمد سال را جشن میگیرند شاد و خجسته باد. اما چرا به همه نه؟ برای اینکه شهلا بعضی ها این عید را جشن میگیرند و بعضی دیگر نه، تقریبا 80-20. ولی ارزوی ما برای همه باید یکسان باشد، ارزوی اون که سال نو سال نیک آید. اینش درست. به هر صورت شاید تغییر رقم در سال شماری یک چیزی عادی نه بلکه معجزه‌ای باشد، لااقل برای اینکه عادت شده است 365 روز گذشته را جمع‌بست کرد و برای 365 روز دیگر نقشه کشید یا ارزوهای کرد. بله، به ارزو سال شیرین نخواهد بود. اما جنبست که گفتید اگر سال 2013 رو جنبست کنیم چی منظره رو خواهیم دید؟ شهلا من فکر کردم بهترین راه جنبست یک نگاه به ریتینگ ها یا رده‌بندی های سالانه جهانی است، زیرا همه چیز به بهترین شکل در مقایسه معلوم می شود. بله، بعضی از رینتینگ‌ها رو اینجا داریم. برای نمونه تاجیکستان در سال 2013 از لحاظ رشد دموکراتی در بین 167 کشور جای 151 رو گرفت که چندان بلند نیست. بله، این نتیجه پژوهش مجله اکونومیست است. اما از روی ریتینگ آزادی مطبوعات با فرض گزارشگران بدون مرز جای 123 را گرفته. امسال از قزاقستان و اوکراین هم پیش گذشت. خانه آزادی یا فریدم هاوس در این بابت به تاجیکستان جای 172 را داد از 197 کشور. ولی حالا از مسئول دفتر آسیای مرکزی و قفقاز در سازمان گزارشگران بدون مرز رضا موینی میپرسیم که این سال چی ساله بود؟ در تاجیکستان علیرغم آنکه تنها یک روزنامه نگار بازداشت شده است، ولی وضعیت مناسب بودن بستگی به شرایط داره. ما در روزهایی که دوره انتخاباتی بود شاهد برخی تضییقات، برخی فشارها به روزنامه نگاران، سانسور کردن و فشارهای غیر مستقیم بودیم. خوب سال آزادی مطبوعات میگیم، اما ظاهرا سال اگر از روی تخمین صحبت ها بگیریم سال محبوسان گفتم ممکن است. تقریبا در همه نظرسنجی ها از جمله نظرسنجی رادیوی آزادی برای نمونه زید سعیدوف شخصیت سال شد که آخر ماه می از سفر خارجی با آنکه میدانست حبس خواهد شد به وطن برگشت. من تنها با گروهی تشبسکاران تاجیکستانی نو تعلق داریم که فکر و ذکر ما تنها مرکزگرایی است، تنها سازندگی است، تنها آبادی وطن هست و هیچ گونه مقابل به همه گونه قانون شکنی، رعایت نکردن قانون و این تشبس ما هم از همین رعایت نشدن قانون و منفعت جویی و دیگر روی صحنه آمده است. و من بسیار مطمئن هستم که در مقامات تاجیکستان هم بسیار شخصیت‌های ورزیده و عدالت‌پیشه هستند که موی را از خمیر جدا میکنن، میدونن که کی جنایتکار است و کی جنایتکار نیست. خب بغیر از این قضیه بازداشت و آزادی سروزیر سابق تاجیکستان عبدالملک عبداللهجانوف صاحبکاری رو آورده به سیاست عمرعلی قوتوف نیز از خبرهای سال بودند. سال محبوسی مردها و آزادی زنان، یک کاربر فیسبوک چنین نوشته است و دلیل آورده است که زنان در سال 2013 در تاجیکستان فوق‌العاده فعال بودند. اما من همچون یک نماینده آنها این خبر را تصدیق کردن نمیتوانم. من دلیل دارم. دقیق ترش این همصحبت فیسبوکی ما دلیل ها دارد. مثلا اولین بار در تاریخ تاجیکستان یک زن نامزد ریاست جمهوری نشد. قریب میشد، ولی خودش هم در حیرت ماند که پیشبری یک زن تمام ساختار و نهادها را به حرکت آورد تا از ثبت نامش پیشگیری شود. در حقیقت این حکومت از رقیب میترسید است و از روز اول من اعلام کرده بودم که من مبارزه میبرم. اگر این مبارزه شفاف باشد،
اگر جناب رحمان غلبه کند با شفافیت، من اولین شخصی میشوم که او را تبریک میکنم. یک زن اینقدر مردها را ترسانده و لرزانده باز شعلا میگوید که سال زنان نبوده است. اما اگر اپای اوینیحال اقلا نامزد میشدند شاید گپی شما درست میبود. خب امضای کافی جمع آوری نشد، همینطور گفته می شود، اما بحثی هم به امضای مهاجران رفت می گرفت که تعداد آنها را هر طرف به منفعت خود کم یا زیاد نشان میداد. کمیسیون مرکزی انتخابات اعلام کرد که 86.6% صاحبان حق رای در انتخابات شرکت کردند و 83.6% آنها برای نامزد امام علی رحمان رای دادند. زبان ناظران بین المللی باز هم نگشت که این انتخابات را آزاد و عادلانه و شفاف نامند. اما آنها برعکس تبلیغات نابرابر و قانون شکنی ها را ذکر کردند. کدام قانون شکنی ها شالو؟ خب آنچه که عیان است حاجت به بیان نیست. خیر، بار اول نیست، اما مهاجران را که گفتیم شمارهشان در یک شب تماما کم و روز دیگر خیلی زیاد میشد، سال سختی را پسی سر کردند. روسیه برای مهاجران بازداشت شده لاگرها نیز تأسیس داد و هزاران نفر را اخراج کرد. نتیجه سال 90,000 شهروند تاجیکستان از حق ورود به روسیه محروم شدند و برخی از آنها با نام و نسب نو به روسیه سفر میکنند اما بازداشت و اخراج میشوند. این هم در حالی که سال 2013 سال پایگاه حربی 201 روسیه در تاجیکستان بود و مهلتی بود و باشی آن را به 49 سال رساند. شهلا نپرسیدید که چرا سال گسترش آزادی بیان نیز بود. در رابطه با انتخابات تعیین پسر پرزیدنت رستم امامعلی به منصب رئیس گمرک و پیش از این نوارهای توی عروسی او در یوتیوب، پرونده های زید سعیدوف و عمرعلی قوتوف، بازگشت شاعر تاجیک بازار صابر از امریکا با دعوت پرزیدنت و رویدادهای دیگر، مطبوعات شبکه‌های اجتماعی را خیلی چرب زبان کردند و مرزهای آزادی بیان را کمی وسیع‌تر بردند. خب در مقابل چهره‌های صنعی از فابریکای به اصلاح جواب ضربه‌های جوابی میزند و گویا یک جنگ اطلاعاتی جریان دارد. خب در این جبهه اولین بار گروهی زنان اسیانگر به میدان برآمد. هنوز ماه اپریل در رابطه به رهایی عبدالله جانوف و سپس حمله به ستاد سوسیال دموکرات‌ها و رهبری آنها رحمت الله ظاهرов. وقتی که در اوکراین میرم در همه جا میرم نشست ما خلا نرفتم هر تنجیر نمیخوری شما خوب وقتی که من میگویم سال زنان شما میگوید نه، ببینید زنان علاوه به آنچه دیدید بلاگ اولگا توتوبالین حق تلاشی زن در برنامه پوست گوریت، مولای جادوگر، صدمه مرگووری رسول امان الله، بله، به دادگاه رفتن همسر امان الله حکومت الله، افزایش زنان در هیئت نوی حکومت بعد از انتخابات. باشد بس نمیکنیم. تاجیکستان یکم و بیش به برابری مرد و زن نزدیکتر می شود، فقط همین. نه، اگر به ریتینگ ها بنگریم، فورم جهانی اقتصادی گفته است در این مورد تاجیکستان در بین 136 کشور جهان در جای 90 است، یعنی نیمه پایانی روی خط. رشد اقتصادی هم ناچیز است. اما در مبارزه با فساد دو زینه بالا رفته، از لحاظ خرسندی اهالی در نیمه بالایی فهرست قرار دارد. خب اگر این برنامه ما و آرزوهای سال نوی به این خوشحالی مردم یک ذره هم زم کرده باشه، ما شادیم و در سال اسب جهش اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رو به کشور آرزو میکنیم. سال نو مبارک.